سلام و درود خدمت دوستای عزیزم و همراهان کانال کیمیاگر. دوستای عزیزم، برگشتم خدمتتون با ادامه دوره شوک‌گذاری. امیدوارم که در طول این دوره با من باشین و تمریناتش رو یک به یک انجام بدین و معجزه شوک‌گذاری رو و افزایش فرکانس رو در زندگی خودتون ببینید. خب میریم سراغ روز سوم. سنگ رابطه‌های جادویی. به داشته‌های فعلی خود که در زندگی شما چقدر است فکر کنید، نه به بدشانسی‌هایی که هر کس تعدادی از آنها را در زندگی دارد. تصور کنید که شما تنها فرد روی کره زمین هستید و دیگر هیچ انگیزه‌ای برای چیزی ندارید. کشیدن یک نقاشی وقتی کسی آن را نمی‌بیند به چه دردی می‌خورد؟ اگر قرار نیست کسی به آهنگی که میسازید گوش کند، پس چرا آهنگ بسازید؟ وقتی قرار نیست کسی از اختراع شما استفاده کند، اختراع کردن چه فایده‌ای دارد؟ دیگر دلیلی ندارد از جای به جای دیگر بروید، چون هر جایی که بروید مانند همین جای قبلی است. هیچ کس آنجا نیست. دیگر هیچ لذت و شادمانی را در زندگی خود ندارید. در واقع این ارتباط و تجربه های شما با مردم است که به زندگی شما معنا، شادی و هدف می دهد. به همین خاطر است که رابطه های شما بر زندگی شما بیشتر از هر چیز دیگری تأثیر می گذارد. به منظور رسیدن به زندگی رویایی خود مهم است بدانید که چگونه رابطه های کنونیتان بر زندگیتان اثر می گذارد و چطور این روابط مسیرهای قدرتمندی برای شروع زندگی جادویی هستند. امروزه علم، دانش و عقل خردمندان گذشته را تایید می کند. مطالعات تحقیقاتی صورت گرفته نشان می دهد افرادی که تمرین شوک‌گذاری را انجام می دهند روابط نزدیکتری را دارند و با خانواده و دوستانشان بیشتر در ارتباط هستند. همچنین سایر مردم نسبت به این دسته از افراد دید مطلوب و مساعدی دارند. اما جالب‌ترین آمار درباره این مطالعات تحقیقاتی این است که میگوید برای هر شکایتی که یک نفر از طرف مقابلش دارد، چه به صورت لفظی باشد و چه درباره طرف مقابلش فکر کند، باید 10 موهبت برای آن رابطه وجود داشته باشد تا رابطه رشد کند. و اگر کمتر از 10 موهبت یا نعمت برای کسی که ناراضی است وجود داشته باشد، اوضاع رابطه وخیم خواهد بود. چنانچه این رابطه ازدواج باشد، در آخر به جدایی و طلاق ختم می شود. شوک‌گذاری باعث رشد روابط می شود. هر چقدر که برای هر رابطه‌ای در زندگیتان شوک‌گذار باشید، به طور معجزه‌آسایی چیزهای خوب و شادی آور به رابطه‌تان وارد می کنید. همچنین شوک‌گذاری در رابطه تنها وضعیت رابطه شما را تغییر نمی دهد، خود شما را هم عوض می کند. فرقی نمی کند که در حال حاضر چه ویژگی های اخلاقی دارید. شوک‌گذاری شما را صبورتر، فهمیده‌تر، دلسوزتر و مهربانتر می کند، به طوری که حتی خودتان هم متوجه نشوید. ناراحتی های کوچکی که زمانی احساس می کردید و نارضایتی هایی که در رابطه هایتان داشتید از بین می روند. زیرا وقتی که به خاطر داشتن یک نفر قدردان و شوک‌گذار باشید، دیگر نمی‌خواهید چیزی را درباره او تغییر دهید. در این باره ایراد نمی‌گیرید و آنها را سرزنش نمی‌کنید، چون که مشغول دیدن ویژگی‌های خوب آن شخص یا افراد دیگر هستید. در واقع مسائلی که قبلا به وجود آنها شاکی و ناراضی بودید را دیگر نمی‌بینید. فقط در لحظه هایی که قلب ما از گنجینه های درونی آگاهی پیدا کند، می توانیم بگوییم زنده هستیم. کلمات بسیار قدرتمند هستند. در واقع هنگامی که از شخصی ایراد می گیرید و از او شاکی هستید، به زندگی خودتان آسیب می رسانید. به خود و زندگیتان رنج و عذاب می دهید.
بر طبق قانون جذب به هر چیزی درباره او فکر کنید یا به زبان بیاورید به سمت شما می آید. به خاطر همین دلیل محکم است که بزرگترین متفکران و معلمان جهان به ما توصیه کردند که شکرگزار باشید. آنها به خوبی می‌دانند که هر چقدر چیزهایی را که در زندگی دریافت می‌کنیم بیشتر باشد، زندگی ما هیجان انگیزتر می‌شود. پس باید دیگران را همانطور که هستند بخواهید و از آنها سپاسگزار باشید. اگر به فردی که به شما نزدیک است بگویید تو را همانطوری که هستی دوست دارم، چه احساسی به شما دست می‌دهد؟ پس تمرین امروز شما این است که افراد را به خاطر آنچه که هستند دوست داشته باشید و بپذیرید. حتی اگر در حال حاضر همه رابطه‌های شما خوب هستند، با انجام این تمرین از چیزی که هستند بهتر می‌شوند. همچنین به خاطر هر ویژگی که در فرد مقابلتان کشف کردید، معجزه خارق‌العاده شکرگزاری را می‌بینید که چگونه رابطه‌های شما را قوی‌تر، بهتر و پرمعناتر از قبل می‌کند. 3 نفر از نزدیکترین افرادی که با آنها در ارتباط هستید و بابت آن شکرگزار و قدردان هستید را انتخاب کنید. هنگامی که این 3 نفر و عکس‌ها را انتخاب کردید، آماده شروع معجزه هستید. در جای بنشینید، به صفات هر کدام از این افراد که به خاطر آن سپاسگزارید فکر کنید. از چه چیزهایی درباره این شخص خوشتان می‌آید؟ بهترین خصوصیت اخلاقی آنها چیست؟ شما می‌توانید به خاطر صبر، توانایی گوش کردن به درد و دل‌هایتان، استعداد، عاقل بودن، خنده، قلب مهربان این افراد شاکر باشید. همچنین می توانید به خاطر کارهایی که می توانید کنار این افراد انجام دهید یا زمانهایی که به هر طریقی به شما کمک کرده‌اند، به شما اهمیت داده‌اند و حمایتتان کرده‌اند خوشحال و شکرگزار باشید. به طور مثال، جان، از تو ممنونم که همیشه من را میخندانی، یا اینکه مادرم، از تو تشکر میکنم به خاطر اینکه در طول تحصیلم در دانشگاه از من حمایت کردی. وقتی که نوشتن لیست شما درباره هر 3 نفر به اتمام رسید، این تمرین جادویی را ادامه دهید. عکس‌ها را بردارید و آنها را در جایی بگذارید که غالباً می‌بینید. هر چقدر برای چیزهای خوب موجود در رابطه هایتان قدردان باشید، رابطه های شما در زندگی سریعتر تغییر می‌کند. تمرین جادویی شماره 3: رابطه های جادویی. مراحل 1 تا 3 تمرین شماره 1 را تکرار کنید، یعنی داشته‌هایتان را بشمارید. لیستی از 10 محبت تهیه کنید. 3 نفر از نزدیکترین افراد به خودتان را انتخاب کنید و عکس‌های هر کدام از این اشخاص را تهیه کنید. عکس را مقابل خود بگذارید و 5 ویژگی را که شما به خاطر وجودش در آن شخص شکرگزار هستید را یادداشت کنید. هر جمله خود را با کلمه جادویی متشکرم آغاز کنید. نام شخص را بنویسید. دلیل اینکه چرا از او تشکر می‌کنید را هم ذکر کنید. 3 عکس را در طول روز همراه خود داشته باشید، یا اینکه عکس‌ها را در جاهای قرار دهید که به دفعات آنها را در طول روز ببینید. قبل از اینکه به رخت خواب بروید، سنگ جادویی را در دست بگیرید و به خاطر بهترین اتفاقاتی که آن روز برای شما رخ داده است شکرگزاری کنید. خب، ممنون میشم دوستای عزیزم که کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و با دوستان خودتون به اشتراک بذارید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.